دوباره ماه بدر شد، چرا نمی آیی؟ دوباره ماه دیگر شد، چرا نمی آیی؟ پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره چهچه سر شد، چرا نمی آیی؟ برادران مسافر به خانه برگشتند، دوباره قهقه در شد، چرا نمی آیی؟ گل پیاده به منزل پیاده باز آمد، برفتن چی قدر شد، چرا نمی آیی؟ برفتنتان چی قدر شد؟ رس و یک هفته. امروز باز هم روزی سه شنبه برنامه پرنده های مهاجر است و چنانه که در اعلان های قبل از برنامه دوام روز نوشته بودیم، امروز ساعت 19 آغاز گردد با وقت مسکو و 21 با وقت وطن عزیزمان و من بعد همین گونه دوام خواهد کرد. ساعت 21 با وقت تاجیکستان و 19 با وقت مسکو. خب، یک درود در نهایت تمام صمیمانه، یک سلام پر از مهر و محبت از قعر دل خود اظهار میکنم برای شما. سلامت باشد در چنین یک روزهای گرمای نهایت طاقت فرسا گفتن در تاجیکستان فرا رسیده. دلتان بر زندگی گرم باشد. چنانه که هوا گرم است امروز، نوابسته بر فصل سال، همیشه در وجود شما یک کیفیت خوب بهارانه باشد، نوابسته بر آن که قسمتی از فرد خانوادهتان، قسمتی از اعضایان عائله‌تان در مهاجرت هستند. شکرگزار باشد، زیرا همانها هستند که نان شما، نعمت شما، فیض و برکات دسترخوان شما را با مهنت حلال خود تامین میکنند و شکرگزار باشد خداوند آنها را در پناه عصمتش نگه داشته و از دشمن غدار و از چشم بدکار ایمن نگه داشته. برنامه پرنده های مهاجر است. در برنامه پیشین به شما گفته بودیم که این برنامه موضوع ادبی فرهنگی را فرا گرفته که تاثیر مهاجرت بر زبان است، بر زبان تاجیکی، بر زبان مادری گفتنی بودم. نوابسته از کدام زبان، وقتی فرد از دنیا از وطنش بر وطن دیگر سفر میکند، بر دنیای دیگر، بر معنویات و مدنیت و بر یک دولتداری دیگر عموما سفر میکند. البته که خواهید نخواهید زبان آن شهر و کشور را میآموزد، عرف و عادت آنها را میآموزد، آهسته آهسته مساعد میشود بر همان محیط. و اولا اینکه عیب است که زبان آنها را نآموزد و گفتگو کرده نتواند، چون زبان واسطه مهمترین معاشرت بین مردمان است. اما باز عیب بزرگتر، شرم بزرگتر، اسناد بزرگترین است که زبان مادری خودش را گم کند. اکنون خب، زبان مادری گفته گذاشتیم، دیگر ببینید که چقدر یک مرتبه بلند دادن بر زبان مادری گفته. روزها родной язык میگویند، یعنی که آنها تا آن درجه نگفتند материнский язык، родной язык، اما ما گفتیم زبان مادری امان. مادر که عزیزترین، نزدیکترین نفر برای هر یک فرد است. ما با یک افتخار تمام آن را، با یک محبت تمام آن را زبان مادری میگوییم، یعنی آنچه که از مادر بر ما نشان است. الفاظ اولین از مادر گرفته گفتیم، لفظ اولین، کلمات اولین از مادر گرفته گفتیم. هر کجا رفتیم با همین زبانی که از مادر آموختیم با ماست و این یک مرتبه آن است، این یک نام بلند آن است که زبان مادری میگویند. بابت تاجیکی، زبان تاجیکی زبان فارسی، زبان دری، یکی از شاخه های زبان دری، اما زبان فارسی هست. امروز وقتی با برنامه آمادگی می دیدم، سال 1920 یک قرار در ما کودک بودیم، لنین بابا می گفتیم امروز کسی نمی شناسد. در زمان ما داهی پرولتاریات می گفتند و تا شاعران وصف او را نمی کردند، کتابشان چاپ نمی شد. امروز وصف دیگر نفری را می کنند که یک روز فرا می رسد دیگر وصف او هم کهنه می شود. بنابراین نباید وصف یک شخصیتی را توصیف و اینقدر بالا بردار کرد.
زیرا هر قدر بالا برآمده همان قدر سخت افتادن هست. گپ در سر چی بود؟ لنین گفته بر نقطه های الفبای عرب لعنت کرده است که او حافظ را درست آموخته نتوانست. اما لنین بیخبر بوده است که همین فارسی همین تاجیکی است. او بیخبر بوده است که همین خواجه حافظ شیرازی که با زبان فارسی نوشت و اینقدر لنین شیدای سخنان او شده اما درست نقطه ها را درک کرده خوانده نتوانسته است. او را ما به یگان مشکل میفهمیم، میخوانیم، درک میکنیم خواجه حافظ را، چون که او هم تاجیک است. میان تاجیک و ایرانی ترجمان ضرورت ندارد یا تاجیک و افغانی ترجمان ضرورت ندارد. پس ما یک زبان یک ملت هستیم، بابت زبانی تاجیکی حرف میزنیم. تاجیکان امروز متاسفانه از روی مجبوری هم از روی ضرورتی پیش آمده هم از روی نهایت مجبور میشوند میبرایند بر کشورهای غیر و فرزندانشان را هم بیشتر حالت در همون کشورها به دنیا میآورند یا کودکان را در سن و سال نهایت کوچکی گرفته میروند در کشورهای غیر. آهسته آهسته با محیط بیرون سازگار می شود، زبان آنها را هم می آموزد. در کودکی نقش بر سنگ می گویند. زبان را که می آموزد برابری زبانی مادری خودش آموخته می رود. اما حیف است اگر زبان مادری خودش را تماما از دایره معاشرت برآورده پرتاید و دیگر وی کاملا روس یا آلمانی زبان نمیسی آموخته آلمانی شود یا فرانسوی شود یا ترکی و دیگر. باید زبان خودش را هم نگه دارد. اگر از جهت طبیعت نگاه کنیم، همواره ماهی های بزرگ ماهی های کوچک را فرو میبرند. کشورهای بزرگ ابرقدرت که بالای کشورهای کوچک حکم میرانند و بعضی دولت ها هنوز نمای پیدا نکرده، هنوز همچون دولت شناخته نشده از جانب دولت های بزرگ از خود میشوند و بعضی دولت های هستند که نامشان را اقلا نشنیده هستید، یعنی آنقدر در عرصه جهانی معلوم نیستند. من با این سخن چی گفتنی هستم؟ زبان هم همینطور است، همینطوره که زبان های هستند که رو بر ترقی همواره در پی ترغیب هستند، پهن می شوند و زبان های هستند که با آهستگی محو می شوند. مثلا در 10 ساله زیاد از 200 زبان محو شده می رود. یک زمان زبان لاتینی زبان علم بود برابر زبان عربی. یک زمان بود که تاجیکان تا با زبان عربی ننویسند اثرهای علمیشان قبول نبود، بیشتر با حروف عربی هم با زبان عربی هم می نوشتند، اما امروز با تاجیکی می نویسند. یک زمان زبان لاتینی هم همین بود که باید نویسند بود با زبان لاتینی، باید آموزند با همین زبان. و در خاطر داشته باشد سینای بزرگ کتاب‌های 40 مرتبه خوانده اذیت کرده بود. همون وقتی که زبان لاتینی را کم کم آموختن آغاز کرد، بعد مضمون همان کتابش را فهمیدن درک کرد. یعنی یک زبان بزرگ، یک زبان شناخته فقط در کشور واتیکان مانده، کشوری که 1000 نفر شاید اهالی تهجایی دارد، اهالی که شهروند همان کشور هستند، شناسنامه واتیکان را دارند، شاید همون 1000 نفر هم نباشند. یک دولت کوچکترین دنیا واتیکان زبان دولتیش لاتینی است. دیگر حتی امریکای لاتینی با زبان لاتینی حرف نمیزند، هرچند نامش لاتینی است. انا همین زبان ها هم تا رفت بر اثرات بزرگ شده رفتن و پهن شده رفتن زبان های دیگر از بین می روند. عجیبش این که 58 دولت دنیا امروز زبان دولتی است زبان انگلیسی است. یکی از این کشورها کشوری با ما نزدیک هندوستان مثلا زبان دولتیش انگلیسی است، اما در این کشورهایی که زبان دولتی رسما دولتیشان نفرانی هستند که انگلیسی را تماما نمیدونند.
بعضی کشورها یک یا دونه 10 11 12 تا زبان دولتی دارند. شکر که از ما همگی یک زبان دولتی است و همان را هم همین یک گوهر بی‌بها، همین یک گنجینه ملت را هم گم کردنمان در حقیقت عیب است. خب بابت زبان گفته ایستاده یک شعر که به خاطرم آمد: زبان مادری من خدا داد است، زبان علم و فن، اعجاز و ایجاد است. به گفتار زبان تاجیکی میرم از آن که شیوای اجداد است. با این زبان تمام اجدادان ما حرف می زدن، بابا و بیبی ما حرف می زدن، هفت پشت اولاد ما، و افتخار باز از آن کردن می ارزد که با این زبان 1200 سال قبل رودکی بزرگ حرف می زد. با این زبان پیر توسی حرف می زد، فردوسی را در نظر دارم. مولای روم حرف می زد، با این مولانا جلال الدین بلخی. با این زبان چقدر بزرگان ملت، خیام نیشاپوری و جامع مثلا فانی دیگرها با همین زبان حرف می زدن. و افتخارمند از آن باید باشیم که ما نسل همین بزرگان هستیم، همین علمای بزرگ، همین شاعرای بزرگ هستیم. و معلوم که 1200 سال پیش با زبان ما چون رودکی حرف میزد، زبان ما خیلی تاریخ بای و قدیمه هم دارد. شاید 10,000 سال شده باشد بر زبان فارسی. وقتی که بر کشور اروپا نو قدم نهادیم، از همان باید از ما اینترویو میگویند با زبان روزنامه نگاری، یعنی با ما صحبت باید میکردن و ترجمان آوردن، چون لباس ظاهری مرا دیدند گمان کردند با همین سطر و حجاب با لباس های ملی شاید زبان را نمیداند، ترجمان آوردن. چون با ترجمان کمتر حرف زدیم، ازبک زبان بود، در حیرت ماندم چگونه برای من ترجمان ازبک زبان آوردن، من که ازبک زبان نیستم. بعد رفتم نزد مسئولین، گفتم ما تماما دو خلق غیر هستیم، من از ملت فارس هستم و از ملت ترک. آنها با حیرت به من نگریستند و گفتند تو خودت میتوانی مصاحبه کنی با ما؟ گفتم بله. یعنی کلمه فارس در نظرشان الکی یک بزرگی را نشان داد، چون که ایرانیان می آیند، قسمتی از پاکستانیان می آیند، افغانی ها می آیند، ملتشان را فارس معرفی می کنند و الکی این نام بر آنها خیلی شناس هم هست. واقعا بابت زبان ما، زبان تاجیکی که خیلی ساده شده رفته است، کلمه های ناب، کلمه های خیلی زیبا، شیوای این زبان را بسیاری از همزبانان ما امروز درک نمی کنند و البته ضرورت پیش می آید فرهنگ زبانی تاجیکی ورق زند یا اینکه لغت کابند، عادی ترین کلمه ها را پی نمی برند، درک نمی کنند، چون زبان آمیخته شده رفته است، هم به روسی هم به زبان کشورهای همسایه هم آمیخته شده رفته است. و مثلا کلمه هایی که با حرف قی آغاز می شوند، قشلاق، قطیق، قیماق، قیراق، قیق، قیچی، اینها را اگر با زبان تاجیکی فارسی خودمان گوییم خیلی کلمه های زیبا هستند. قیچی مثلا مقراض است، یا که قطیق جرغات است، قشلاق این روستا است، دیحه است. اینقدر کلمه های زیبایند، اما به تاجیکی گویم درست درک نمی کنند، چون آمیخته شده رفته، یک شیوه مردمی گرفته رفته است. چرا ساده شده رفته؟ چون که حرف ما را بیگانه کردند، از نیاکانمان دور کردند. سال 1820 لنین وقتا فرمان داد کشورهای آسیای میانه را همگی بر 3 کشور تقسیم کنید. 2 میلیون نفر تاجیکان بخارا و تاجیکان خود تاجیکستان را نظرش نگرفت، مگر که همگی 5 میلیون نمی برآمدند ترکمن ها. گفت ترکمنیه، آنجا ترکمنیه
جدا کنید یا که گفت ازبکیه و اونجا ازبک های سمرقند و تاجیکان سمرقند و بخارا را مجبوراً در شناسنامهشان دیگر کلمه نوشتن و آنها را مجبوراً ازبک معرفی کردن، هرچند با زبان ازبکی حرفی نمیگفتند. من قائل خلق همین دو شهر باستان هستم، سمرقند و بخارا، که تا هنوز بالای اینقدر فشار، بالای اینقدر حبس کردن ها یا دشمنی ملت خواندن ها هم زبانشان را هرگز گم نکردند. تا هنوزم با زبان فارسی حرف میزنند، تا هنوزم شیوه تاجیکی را در خود پاس داشتند و امروز هم شاید در همان زمان حکومت بلشویکی نمیدانستند که اینجا تاجیکان بسیارند، یا شاید از این طرف نماینده رفته که غرضهای شخصی داشت یا درک درستی شناسایی با ملت های این منطقه ها را نداشت که دیگرگون خبر برده. امروز شکر که مقام دولتی دارد زبان ما و در وطن عزیزمان برای پیشرفت، برای نمو، برای نشونمای این زبان کارهای پیش برده می شود. واقعا بابت سنه مقام دولتی گرفتنش گفته گذاشتنی بودم. 22 ایول روزی گرامی داشت زبان تاجیکی است. 22 ایول از خاطر نبرارید. 5 اکتبر یا 5 نوامبر بردن به روزی مولد رئیس جمهور موافق کرده گذاشتند که یگان ضرورت هم نداشت، یگان وابستگی هم نداشت روزی زبان را بر روزی مولد نفری بردن و باور دارم یک روز فرا میرسد که باز در جای خودش باز میگذارن در 22 ایول. بهانه پیش آوردند که میخواستند در تعطیل تابستانه خوانندگان دم گیرند و روزی زبان را بر وقتهای تحصیل گذاشتند. اما روزی جلال الدین رومی را گرامی داشته این فاضل، این مرد حکیم را، یا روزی رودکی را هم بردند، همگی را جمع کردند بر دروازه 5 گذاشتند، 5 اکتبر یا نوامبر گذاشتند. این علاقه غلط بود. بزرگان را باید بزرگوارانه قید کرد، نه با هر کس برابر کرد. بابت زبان گفتنی بودیم، گم نکردن زبان، و بیایید همین روز از موضوع دور نمی رویم. بیایید آزادی به کسی دیگر یا استعفا بر کسی دیگر نمیگوییم، بابت گم نکردن زبان مادریمان، زبان ناب فارسی و دریمان حرف میزنیم. هر چیزی گفتن میخواهید و هر علاج، هر راه پیشگیری گم نشدن زبان را میدانید. اگر میتوانید با ما پیوسته، همینجا گذاشته شده است پهلوی نوار لینکی که آنجا باید وارد شوید. واقعا یک چیز را گفته گذاشتنی بودم، یک اعلان را. همین برنامه که این حال در شبکه یوتیوب می رود در ماهواره تلویزیونی پیام و در رادیوی پیام نیز مستقیما پخش می شود. می توانید بهره برداری کنید. اگر با این برنامه یوتیوب پیوستن برایتان دشوار باشد، یعنی تماشا کردن، اما برای پیوستن و حرف زدن باید در شبکه یوتیوب باشد. و اندک درباره زبان ها برای شما معلومات های عجیب گیر آوردم. در بعضی دولت ها گفتیم یک چند زبان رسمی دولتی شماریده می شود. در هندوستان 2 زبان، انگلیسی و هندی، زبان دولتی است. در جمهوری جنوبی آفریقا باشد 11 زبان دولتی است و با همین 11 زبان حجت گذاری قبول است. با همین 11 زبان در نقلیات و در دیگر ساحه ها نوشتجات ها را واخوردن ممکن است. در بعضی دولت ها میدونید مردمش لااقل 4 زبان میدانند. در کشور ما تاجیکی و گاه روسی میدانند. خب
حرف دیگر گفتنی بودم، هندوستان اگر 150 سال در زیر حکمرانی انگلیس ها بود و زبانشان کمی مایل به این زبان شده آمیخته شد، رسا 300 سال در حکمرانی فارس ها بود. در خاطر دارید اورنگزیب عالمگیر پادشاه او فارس بود. دخترانش زیبانیسا و زینتونیسا با زبان فارسی می نوشتند. زینتونیسا هم نوشته های هم دارد، هر دو شاهزاده ها. یا اینکه در هندوستان بیشتری زبانش در بیشتری کلمه هاشون فارسی است. چرا؟ ملت فارس هم آنجا بسیارند اما فارسی است. چرا؟ زیرا که یک مدت خیلی زیاد از 300 سال با این زبان همچون زبان دولتی، همچون واسطه معاشرتی اعیان و اشراف زاده ها استفاده می شد زبان فارسی. خب بابت زبان لاتینی گفته گذاشتم. این زبان عین حال تنها در علم باقی مانده، بیشتر در علم داروسازی باقی مانده، فارماسیوتیکا میگویند، و در یک کشور خردکک واتیکان. و یک عجایبات دیگر، معلومات عجیب، در گوینه نو در منطقه پاپوا نزدیکی 700 خیل زبان در معاشرت مردم قرار دارد. 15% تمام زبان‌های دنیا در یک کشور گوینه نو 700 زبان. شاید هر یک دهه یک زبان دارند. عجیب. و این زبان‌ها به هم مطلقا مانند نیستند. در بریتانیا کبیر زبان فرانسوی 6 عصر زبان رسمی دولتی بود. بریتانیایی که امروز زبان دولتیش انگلیسی است، با انگلیسی حرف میزند، 600 سال 6 عصر با زبان فرانسوی حرف میزد. زبان دولتیشان بود. بنابراین یعنی اعتماد بر تا به آخر ماندن زبان دولتی نبوده است. باید سخت گرامیش داریم و سخت احتیاطش کنیم که از بین نرود. خب زبان انگلیسی در 58 دولت دنیا مقام دولتی دارد. گفتیم نظر به زبان دیگر زبان ها خیلی بسیار است و گذشته این تقریبا در نصف این کشورها قریب که کسی با زبان انگلیسی حرف نمیزند، نمیدانند انگلیسی را، اما زبان دولتیشان انگلیسی است. عجیب است. ما میدانیم زبان تاجیکی را و زبان دولتی همان تاجیکی است و همه که یک زبان است که آنجا بیشتر در معاشرت است، واسطه معاشرت است. با زبان روسی کمان در کم، شاید یکان 10% معاشرت میکنند. در زبان چخی کلمه های وجود دارند که فقط از حرف های همصدا تشکیل شده. معلوم که تلفظشان خیلی دشوار است. همصداها مثلا در زبان چخی صداناک نیست. ا او ای او نیست، فقط همصداها بودند. خیلی دشوار است گپ زنی. زبان سه‌دنگی بیشتر مردم ویتنام با این زبان گفتگو میکنند. 50 تا حرف صداناک دارد. 50 تا. یک خود ا داخل، او داخل، ی داخل، انا همین خیل. خب الفبای خمیری 76 حرف دارد. در زبان ابخازی 2 تا صداناک همگی وجود دارد. همصدا باشد 60 تا. در ایالات ایلینویس ایالات متحده آمریکا زبان رسمی دولتی زبان آمریکایی است. با زبان انگلیسی گفتگو منع است. هرچند در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند، انگلیسی حرف زدن را منع کردند. باید با زبان آمریکایی حرف زنند. خب در دنیا از همه بسیار خطایه ها هستند، چینی زبان ها، و بعد از آن با زبان هندی بیشتر مردم حرف میزنند. بعد زبان انگلیسی سیوم و بعد عربی. اما در پهنشوی، گسترش و در آموزانیدن در کشورهای غیر زبان انگلیسی جای اول را گرفته است. شاید که در رفت آهسته آهسته دوام یافته زبان انگلیسی خیلی از زبانهای چینی، کشورهای چینی حرف زننده را یک کشور چینی حرف میزند فرا گیرد. علاقه خیلی کورس‌های آموزشی در کشور ما هم هست که انگلیسی می آموزانند و زبان انگلیسی 600,000
کلمه دارد. چینی زیاد از 4000 علامت دارد. این هم معلومات عجیب. در شمار کلمه های هم معنا یعنی سینونیم ها زبان انگلیسی جای اول را اشغال کرده. در حدود افریقا کشوری نیست که همه مردمش زبان رسمی دولتی را بلد باشند. مانند به این جمله علاقه در بالا گفته گذاشته. معلومات خیلی بسیار هستند و من نمیخواهم وقت پرقیمت شما را بیشتر گیرم. بابت زبان گم نکردن در خاطر داشته باشید لایق شیرالی یک شعر داشت که در مکتب میانه حفظ میکردیم با نام زبان گم کرده. هر کی دارد در جهان گم کرده، در زمین و در زمان گم کرده. در خاطر دارید آنجا یک بیت بود: حیف بادا شیر مادر بر کسی که زبان مادری گم کرده است. یعنی زبان ناب فارسی خودمان را، تاجیکی خودمان را گم کنیم. علاقه لایق گفته که شیر مادر حیف بادا. و خیلی خوب میشد اگر برای سایکل یافتن همین زبان، برای گم نشدن آن در مکتب ها با زبان ناب تاجیکی خودمان از کلاسیکان ما بیشتر می آموختند و از ادبیات کلاسیکی بیشتر تعلیم هم می دادند، چون تربیه بهترین هم در همان ادبیات هست، کم نیست. و کلمه های ناب را هم از نو ورد زبان ها می ساختند که زبان فصاحت و بلاغت بیشتر پیدا کرده باشد. چون گفتگوی ما خیلی ساده است. بسیاری ها در کامنت اول می نویستند که التماس تاجیکی حرف زنید. حتی که حالا که من تاجیکی عادی ترین و ساده ترین را حرف می زنم، باز هم ساده تر خواهش می کردن. می گفتند التماس تاجیکی حرف زنید، التماس کلمه های دشوار فهم را نگویید، ایرانی گپ نزنید. اونجا بعضا که جمله های تحقیرآمیز هم بود که تقلید بر ایران کرده ایستادیم، اما تماما اشتباه بود. وقت امروز خواننده مکتب یا دانشگاه میداند درس را در ظاهرش همان، در باطنش همان هست، اما زور زبانش، قدرت زبانش نمیرسد که ابراز کند. در دلش بوده را بر زبان آورده نمیتواند. این کمبغلی در دانش او نه، در زباندانی او است. دانش دارد، فهمید، علم طبیعت را فهمید، کیمیا را فهمید، خیمیا را، درس را درست درک کرد، اما با زبان تاجیکی خودش گفته توانستنش خیلی دشوار است. یا خود خیلی از کلمه ها را چون ترجمه نکردند، همان استعباد قبول کردند از روسی، اکنون که ترجمه کرده ایستادند در دو دنیا نمیفهمند. مثلا اپرا بالت را خلاص اولاس ترجمه کردند یا بگیر، نمیفهمید هیچگاه. یا اینکه پنبه تلمبه یا پنبه سنبه ترجمه کردند، پرشن اساس را درک کردن خیلی دشوار است. اکنون دشوار است، باید از اول کم ترجمه کرده وارد میکردند. کامپیوتر گوید میفهمند، کامپیوتر گوید کم نفران میفهمند. یا اینکه گوشک موبیل این تلفن است، علاقه مردم دیرتر درک میکنند. از آغاز پیدایش باید علاقه با زبانی ناب خودمان وارد میکردند. مثلا افغانی ها، ایرانی ها، قسمتی از پاکستانی ها با زبان فارسی خودمان قبول کردند همین کلمه ها را. ما امروز نداریم. تاجیکان، زبان ما بیشتر روسی زده شده است. خیلی هم بیشتر نه، خیلی هم روسی، یعنی بیشتر درست است گفتم. بله شما را گوش میکنم خواهر. السلام علیکم آقای سیما جان. سلام. خب بسیار خرسندم. برنامه رحمت، من همین موضوع زبان را انتخاب کرده. من از شما خصوصا میخواستم تشکر کنم از برنامه های پیام، از برنامه هایی که مخالفان میبرند، برای که باور میکنه در همین 10 سالی که در غریبی زندگی میکنیم ما یگان برنامه تاجیکی گوش نمیکردیم، نمیدیدیم. همین 6 ماه 8 ماه شد که ما همین با زبان تاجیکی کودکا را آشنا کردیم. به خاطری که همین برنامه شما گوش کرده این بچه‌ها هم یاد گرفته ایستادن. چون که در خانه گپ زدن کتی هم فایدهش نیست، باید بینن. برای همین میخواستم رحمت گویم از شما.
کودک در بیرون هم باید معاشرت با زبان خودش معاشرت داشته باشد. خب درست همین من اکنون اقدر زبان شناسم نیستم لیکن در حدود همین زبان روسیه میدانم، زبان انگلیسی، عربی کمتر آموختم. بعد همین گشتم همه زبان‌ها یاد گرفتم آمده فهمیدم که بزرگترین زبان خودمون بوده است. شیرین ترین. از دهانی یک تا پروفسور هستن، زبان نام انگلیسیشون دکتر تیموتی وینتر، نام اسلامیشون شیخ عبدالحکیم مراد. همین ماه رمضان لکچه ها بردن درباره عبدالرحمن جامی اگه خطا نکنم. همه خیل تصویر کردن، همه خیل دربارهش گپ زدن، درباره زبانش. من شرم داشتم از فارس و از تاجیک بودنم، چون من درباره همان کس هیچی نمیدونم، نه یگان رباعیات، نه یگان تاریخش را، نه هیچی. گفتم حیفه که ما تاجیکو اما از نیاگانمون، از تاریخمون هیچی نمیدونیم. افسوس. لیکن فخر کردم، به همه دوستانم روی کردم، اما خودمون نمیدونیم. برای همین شاید نمیخوام همینجا بهم حکومت را عیبدار کنم، لیکن خودم اول میگفتم همین ما کلمه‌ای نمیدونیم، بسیار وای استفاده میبریم. مثلا میخوام فرزندم را زبان تاجیکی یادیم، تریلکه را گرفته رکوینه ببر، تریلکه هم روسی، رکوینه هم روسی، پلیساس روسی، همه چیز روسی. بعد که نمیخواستم روسی استفاده برم، وای اگر وای ببر، وای اگر ایخه کن. بعد ایستادم، بعد وقتی که بینم این رئیس جمهوری خودمون نامر ادین وای کنک بوده است. چی گپ رسن؟ همه با مردمم از پشت هوایم وای کده گشتیم. همون با این زبان من در همون حالت حس کردم که حقیقتا زبان تاجیکی رو نمیدونم. وقتی که یک تا دوستی کاناداییم آمدن، خواستن که و یک کس در کانادا بودن، میبخشید در تاجیکستان چند ماه هم زندگی کردن، گفتن که من نمیخوام زبان تاجیکی رو فراموش کنم، برای همین میخوام با شما با دوستانتون رفت آمد کنم. وقتی که مهمان فیراد کردم با دو سه زن، اهمیت دادم نگاه میکنن، همه ما با فرزندانمون انگلیسی گپ زدیم. ایستاد گفت که چرا شما تاجیکی گپ نمیزنید؟ گفتم عادت شده است، آسانه انگلیسی. بعد ایستاد گفت که افسوس، گفت دو زبانه میشدن اقلا. گفتم گپ درست. برای همین اینجا اولایی که دور در غریبی هستن که میخوان زبانی خودشون رو یاد کنن، از یک جهت قین، چون که به فکر من وقتی که تو با زبانی تاجیکی گپ میزنی با کودکت، اما این کودک باید در آینده مکتب رود، باغچه کودکا رود و باید زبانی همون دولت رو داند. بعد تو مجبوری که با زبان همون دولت گپ زنی که یوتی شاید خطا باشد. برای همین برای ما زنها با این مسئولیت دو برابر بر دوش ما هست. مسئولیت بله. زبان همان کشوران نآموختن و حرف زدن نتوانستن این عیب است، درست، اما زبان مادری را فراموش کردن باز هم عیب‌تر است. این فکر من بود همین طور. خب من همین از بین زبان ها، مثلا یکی از زبان هایی که بسیار جوان است، آسان است، من انگلیسی رو میدانم، لیکن همینجا وقتی که می آموختم ادبیات انگلیسی رو، بعد معلمه با گفتم که با فکر من باید انگلیسی رو همچون زبان مادری هم یاد گیرم که شما من با بهای 5 دید. معلمم گشت نگاه کرد گفت که نه، گفت تو باید انگلیسی رو بهتر از زبان مادری دانی که من تو با بهای 5 دیم. یعنی من گپش به راضی نیستم، لیکن من همین رو اهمیت دادم که مثلا یک تا مثال میبرم، بخشش وقتتون رو میگیرم. همین یک تا پریدن، ما میگوییم که انا دختر پرید، قورباغه پرید، اسب پرید. ببینید همه چی با ما یک تا پریدن استفاده میبریم. شاید این عیب ما هست، چون که همون به قول روسا سلاورنی زپاس نداریم، لیکن با یک انگلیسی میشد girl skips
اگر پریگلکا کتی پرد. frog jumps اوهو deer leaps میگن. خب یعنی هر یک حالتهای همون پریدن به اینا برای خودشان دیگر کلمه ها دارن. ما حتی بعضا میگویم که ما هم داریم، آگاه نیستیم. ما آگاه هم نیستیم. داریم. بله داریم. لیکن نمیدونیم. حتی همین هواپیمای هم پرید میگویم. هواپیما که نمیپرد، پرواز میکند. مثلا سمالات. پریدن و پرواز کردن همان است. بله. برای همین مشکلی زبان اگر در آینده ما آرزو میکنم که همین کتابچه‌های نغز براید برای کودک‌ها که همین با صورتش با کلمه درست تاجیکیش که همین را خوانده ما آموزیم، چون که ندانستن زبان ما اول از کم خواندن ما است. ما نمیخوانیم با زبان تاجیکی. بله و باید آنچه که خوانیم کم دسترس هم هست. درست نثر تاجیک از این عین حال خیلی کم بغل شده رفته. مثلا درست است، نظم بیشتر نظم های تعریفی و درباره و چاپلوسی شده رفته کم میخوانند، پسند همه نیست. این شبکه تاجیکستان را که هیچ کس حتی خودشان گوش نمیکنند، تنها روسی، ترکی، همین. افسوس. بله افسوس. بسیار گوارا با حرفایتان. رحمت داشت. بسیار تشکر که با ما پیوستید. تمنای آن را داریم که کودکانتان از زبان ناب فارسی برخوردار باشند در آینده، چون محمد اقبال لاهوری در اشعارش میگوید اگر پریهای بهشت با زبان آیند و به زبان بشری حرف زنند، البته این زبان دری خواهد بود، فارسی خواهد بود. اینقدر درجه فارسی را برداشته. یا میگوید گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. عذوبت این شیرینی است، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. درست. یک مرتبه بلند داده. خب بسیار تشکر. دست شما در نکنه. میدونید پروینه؟ بله. این نام پروین، این تنها در تاجیکستان پروین است، در ایران، در پاکستان، هندوستان، در همه جا پروین است. درست. ماه پروین نام یکی از ستاره ها است. بله. در ایران با پروین اعتصامی شاعره مشهورشان آشنا شدم. متاسفانه ما به خاطر که چیزی که شما ذکر کردید حرفمان حرفی سیریلیک است و فارسی و عربی نیست. اگر در آینده اگر تغییر کنن همین را از ادبیاتی که حاضر در ایران هست، ادبیاتی نوشان، ما بسیار فایده میبینیم اگر آشنا شویم با شاعرای زیرشان نوشان. بله، یکی از راه‌های درست قید کرده، یکی از راه‌های کاملا درک کردن زبانمان این پیوستن به ادبیات نیاکانمان است و تمام گنجینه همانجاست. چرا صدا پس شد؟ شاید اینترنتی من پس بزه باشد. اکنون خوب است. یکی از راه‌های خیلی گفتیم پیوستن، یکی از راه‌های نمو زبان فارسی در تاجیکستان با ادبیات نیاکان خودمان آموختن این زبان است. این بهترین راه است، شاید یگانه ترین راه هم باشد. درست. برای همین با یک چیزی نقطه دیگه ذکر میکنم میروم، همین که اگر اهمیت دید این شاید همون جوانان میخواهند که اکنون به زبان روسی گم سوریمنی تر گپ زنن، مثلا میگن زمانوی تر، زمانوی، مدرن مکتب شما کجا با من مکتب ده رنگ پیوست های ترک زبان ازبک زبان رو استفاده میکنن. دایو بایو آخری کلمه با در مکتب نمیگودو مکتب ده. کجا میروی بازار با بازار نیو بازار با بعد ما کلمه های می آخر با استفاده میبریم با جایی که اویویم. یعنی این شاید همسایگی تاثیر همسایگی باشد یا که حاضر اخی گپ زدن زمانوی تر است. برای همین جوان ها میخوان تقلید کنن
همون باید درست طرز را ما باید زمانوی کنیم لیکن بعضی دوستانم را که من میدانستم زبان فارسی را میخوان تازه گپ زنن و یا از حد روی میکنن، شاید من خطا فکر کنم، یعنی از خودشان کلمه میبرارن. بله بله اینم درست نیست. یا دانی استفاده بر، ندانی اقلا روسی رو استفاده بر. هر کس از پیش خودش کلمه سازد و گپ زندم درست نیست. بله درست. خب نه تفهم. کلمه نسازند اما اصل همان کلمه را پیدا کرده با زبان خودشان حرف زنند خوبتر است. روسی همراه کردن را خیلی ها مدنیت میفهمند اما مدنیت نیست. اگر روسی را هم ناب حرف زنند دردی بخیر است. با هزاران اکسنت میگویند، با هزاران یک لکنت زیاده حرف میزنند اما روسی دو تاجیک وقتا روسی حرف میزند عیب است. این یک درد جامعه است که دو تاجیک بین هم روسی حرف میزنند در حالی زبان مادری خود را دارند. یگان تبار روس هم ندارند، روس تبار هم نیستند. میدونم افسوس. خب بله صمیمانه بود. به هر حال دست شما در نکند. رحمت بسیار تشکر. خب پروینه بودند خواهر ما، در اروپا بودند. خب سفرشان بخیر باشد. واقعا درباره کلمه وای گفتند. در حقیقت کلمه وای جایگزین تمام کلمه هایی که در خزینه لغوی ما نمیرسد بوده میتواند. خزینه لغوی که کلمه ندارد به جایش وای استفاده بردن میگیریم. وای کنید. یک هایکو نویس داریم، هایکو سرا بختیار امینی در فیسبوکش نوشته بود، یک 3-4 سال شد وای کردیم وای شد. و این جمله خیلی یک مضمون بزرگ سیاسی هم دارد، یک مضمون وسیع دارد، در حالی که به غیر از کردیم یگان چیز دیگر آنجا نیست. وای کردیم وای شد. کمتر باید استفاده برد کلمه وای را، خصوص در منبر وقتا حرف میزنند بر مردم. بابت زبان ملت، هر کس به زبان خود سخندان گردد دانستن 100 زبانش آسان گردد. وقتی تاجیکی خود را کاملا برخوردار می شویم با زبانهای ملت های دیگر آشنا شدن آسانتر می شود. یک تاریخ شناسی فرانسوی بر استرافشان مهمان شده بود و رسم های شاعران پیشین، شاعران کلاسیکی که در شهر ما زندگی کردن، یک هیکل هایشان را دیده بود. اونجا گلباغ ادیبان کشاده شد و برای دیدن همان موضع آمده بود و وقتی هم صحبت شدم وای ترجمان هم داشت. یک نفر از ایران بود، مرد فرانسوی از ایران زمین، یک ترجمان زن داشت و وقتا گفتم زبان فرانسوی را شیرین میگویند، 4 قطار شعر برای ما نمیگوید که گوش کنیم چه خیلی زبان بوده است. اون نفر گفت که ما قدر آدمای بلند نیستیم که شعر دانیم. تاریخ شناسی فرانسوی گفت من این قدر آدم بلند نیستم که شعر گویم. در تاجیکستان ما کودک نو زبان برآورده همین که بر کوچه برآمد یگان بازی عادیه که را شروع کرد، البته شمارک اذیت میکند. شمارک شعر است. اولین شعرهای دوران کودکی ما شمارک ها هستند. شمارک را در خاطر دارید؟ چشمشان را میپوشند، بر دیوار تا دیگرها روز شدن شمارک میخوانند، یا اینکه صف میکشند، دایره میایستند، بین هم میشمارند. این شمارک نام دارد. ایجادیات دهانکی خلق است. ضرب المثل، مقال، چیستان، شمارک، لطیفه، افسانه، همه این ایجادیات دهانکی خلق است. و طفل تاجیک از همان کودکی و کوچکی علاقه آشنای شعر است. ملت تاجیک ملت شاعرخیز است. اینجا شاعران خیلی بسیار هستند. حتی نفری که دعوای شاعری هم ندارد در عادی‌ترین گفتارش شعر همراه کردن میتواند. اگر 300 زباندانی فزون نیست، همه روزه بکار آیند. ضرر نیست. ندانگر زبان دولت خود، پشیمانی ندارد عاقبت سود. یک شعر خوبه به خاطر آمد برایتان قرائت کرده گذاشتم. باز هم بابت گم نکردن زبان، تاثیر مهاجرت بر زبان. مهاجرت چه تاثیرهای بر زبان تاجیکی گذاشت؟
امروز بسیار وامی خوریم نفرانی که همراه فرزندان به روسیه رفتند، هنگام برگشتن فرزندانشان تاجیکی را با لکنت حرف میزنند. بزور من تاجیکی نمیدونم، ما در روسی حرف زنید با یک شیوه شکسته، با یک زبان درشت، الکی با زبان مادری خودشان حرف زده نمیتوانند، درشتانه روسی آمیخته حرف میزنند. این الکی ننگ است که زبان مادری خود را گم کرده باشه. در روسیه زندگی کنید، بینید یگان روز زبان شما را آموخته با شما تاجیکی حرف میزند؟ هرگز حرف نمیزند. اگر روسا این خلادت می داشتند، تا امروز مهاجرانی که از این 10-12 کشوری پسا شوروی مانده، البته کشورهای بالتیکی را نمیگیریم با نظر چون آنها در روسیه کار نمی کنند، اگر همه اینها را زبانشان را می آموختند. خب خواستم پیام هایی که پرمضمون هستند به سمتون رسانم، اما اینجا فقط چی رفته ایستاده است، بین هم گفتگو میکنند. معاشرت دارند همگی، بابت زبان حرفی نمیگویند. و باز هم برمیگردیم در باب زبان حرف زدن را. زبان فارسی، زبان ناب تاجیکی، پریدن هواپیما را هم، پرنده را هم، دیگر را هم پرید میگویند. گفتند در ما نه، ما همه اش را داشتیم اما ربودند. با برابری ربودن الفبای نیاکانمان از ما ربودند خیلی یک گنجینه بی‌بها را. خب گواری بلاگای اینیمالچی نویسته زبان نشانه پایداری ملت است. هر ملت از زبان مادری خود دور شد، آهسته به نیستی می رود. درست، نام ملت نام زبان است. مثلا ملت تاجیک با زبان تاجیکی حرف می زند، خلق ازبک با زبان ازبکی حرف می زند، یا خود خلق قزاق، خلق قرقیز انا همین خیلی ملت ترک با زبان ترکی حرف می زند. نام ملت نام زبان اوست. روسیه با روسی حرف می زند، انگلستان با انگلیسی. بینید که زبان که آهسته گم شده رود، ملت هم از بین می رود. درست گفتند. شاعر بازار صابر یک شعر که دارد، آج گم کرد و زبان را گم نکرد. بابت تاجیکان گفته تاج گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، رخت گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا وطندار است بسیار است او. تا زبان دارید وطن دارید. هر کجا می روید با تاجیکی حرف می زنید و مردم می دانند که از تاجیکستان هستید، پس وطن دارید. نام وطن ما تاجیکستان هست. با کدام زبان حرف می زنید می پرسد یگان خارجی، می گوید تاجیکی، یعنی درک می کند از تاجیکستان هستید. نام هر یک ملت این نام زبان اوست. و باز هم اگر ملانی خاطرتان نباشد، من اینجا جمع کردم معلومات های عجیب درباره زبان. اگر نفر پیوستند و برای پیشگیری کردن این پدیده اینو مطلوب که زبان گم می شود، آهسته مهاجرت تاثیر می کند، حرف گفتنی هستند، فکر خود را ابراز کردنی هستند، تا پیوستنتون من باز هم معلومات هایی که جمع کردم برایتان می خوانم. خب در جهان معاصر زبان انگلیسی را گفتیم معمول ترین هاست. اکثر وقت همچون زبان معاشرتی بین المللی استفاده می شود و در سطح گفتگو از خود کردن آن خیلی عادی هست. حتی کودکی که حرف ر را گفته نمی تواند در تاجیکی انگلیسی را به ملال گفته می تواند، چون که ری بر را ندارند. خب تقریبا از 7 کیسه اهالی جهان با انگلیسی حرف می زند. چون در آغاز برنامه گفتیم انگلیسی فراوان پهن شده ایستاده است، ممکن است که خیلی زبانها را از خود کرده تواند. در عصر گذشته 2500 زبان از بین رفته. در عصر 20 این حال عصر 21 است. در عصر 20 تا سال 2000
$2,500 زبان در دنیا از بین رفته است، محو شده رفته است. دیگر با این زبان ها یگان خلق یگان ملت گپ نمیزند. یعنی محو شدن دارند زبان ها، این گونه بودن میتواند. و در کشورهای گوناگون انگلیسی زبان لهجه گفتارشان هم گوناگون است و تنها در ایالات متحده 24 نماد شیوه گفتار کار برده می شده است. جوان رولینگ یک نویسنده انگلیس بود و درباره گری پاتر نوشته بود و همین خود این نویسنده انگلیس است اثر نوشتهش را از زبان انگلیسی به زبان انگلیسی ترجمه کردن. انگلیسی اینقدر بایغنی شده رفته که از یک شیوهش بر شیوه دیگری ترجمه کردن. خب و خیلی دیگر معلومات ها درباره زبان. تا عصر 15 علامت های کتابتی در زبان انگلیسی استفاده نمی شدن. تا عصر 1500 چندم یعنی تا سال 1400 علامت کتابی نقطه مثلا ویرگول علامت بیان تیره مثلا گذاشتن نمی شد. ناخنک این هم علامت های کتابی در زبان وجود نداشته است. واقعا اگر به الفبای فارسی برگردیم و این الفبا را آموزیم تا چه اندازه ما از ادبیات بایغنی برخوردار میشویم و این زبان یک چی میگن یک معجزه های عجیبی هم دارد. همین الفبا دارد. اگر جمله شکر به ترازوی اوزارت برکش، یعنی نگاه با ترازوی نگاه شکر را برکش، با چشم دیده این شکر چند کیلو بودنش را مثلا با چشم برکشیده می شود. انیق نمی براید اما با چشم میگویی که تقریبا چند کیلو شکر به ترازوی اوزارت برکش. با الفبای فارسی همین را نویسید و برعکس خوانید، جمله عیناً خوانده می شود. با الفبای کریلی نمی شود. با الفبایی که عین حال ما داریم خوانده نمی شود. با فارسی می شود. عجب یک معجزه های دارد. بعضی خیلی جمله ها را برعکس خوانده می شود. زبان تاجیکی ما خواهر پروینه گفتن بعضی کلمه ها را نمیابیم که گویم سینونیم های خیلی زیاد هم دارد. مثلا کلمه روی چهره، اندام، آرس هست خیلی بسیار. و همین کلمه روی باز سینونیم های دارد که وابسته به مضمون جمله استفاده می شود. میگوییم چهره زیبا داشته است گل دختر، یا میگوییم اندام خوشروی داشته. خوشروی الکی باز روی است. اندامی که نظربای داشته است میگوییم، یا آرزش پسندیده است میگوییم. اما اگر بابت چهرهش حرف بد گفتنی شوند نباید که چنین باشد، اما حرف بد گفتنی شوند ببینید که به جای چهره، اندام، آرز استفاده میشد کلمه بشره، مثلا بروش، ترق مثلا. حتی طرز تلفظ از معنایش درک میدهد. هیچگاه نمیگویند بشرش به مثال گل زیباست، نمیگویند چهرهش مثال گل زیباست، میگویند بشرش سرد است، میگویند. بله شما را گوش میکنیم. همشهریمون گوش میکنیم. همشهریتان نوشتند. شاید همشهری باشند. بفرمایند. خواهر هستند، برادر هستند؟ السلام علیکم. از طرف خودشان شاید بلندگویک خاموش باشد. میدم. خب بله، بلندگویک که تلفن را گیران کنند و با ما واقعا بابت گیران کردن میگویند گوشی را گیران کن، یا اینکه چراغ را گیران کن، بلندگویک را گیران کن. بعضا میشنویم میگن گریان کن. نه، کلمه گریان به شما آشناست. گریان میگوید. بلندگویک گریان نمیشود، چراغ گریان نمیشود، باید گیران کنید. یعنی درگیراندن، گیران کردن، درگیراندن. آتش را در میگیرانید که این گیران از همان جا آمده است. همین کلمه با خیلی از عالمان زبانشناسان گفتگو کردم در برنامه شرکت کنید. بعضی ها حتی در برنامه‌ای که موضوع غیر سیاسی است
ادبی است، فرهنگی است، اجتماعی یا اقتصادی است، هراس دارند از اشتراک، خصوص در وطن باشند و حتی نفرانی که در روسیه هستند یا در دولت‌های نزدیک تاجیکستان می هراسند، میگویند نه از تلویزیون پیام باشد، میگویند راز دلشان را، اما از اشتراک خودداری میکنند. معلوم که می هراسند از آن که وضعیت ناجور میگویند، مثلا دکتر را برده به یگان گناه اونجا حبس کردند یا خود یک وکیل دفاع را، یک حمایت کننده مهاجران را همین طریق میخواهند از مردم شجاعت را گیرند، اما مردم شجاع بسیارند، باور دارم که حرف میزنند. من بابت سیاست نگفتم، از زبان حرف میزنیم، از زبان ناب فارسی حرف میزنیم، از زبان تاجیکی حرف میزنیم. واقعا تاجیکان ما وقتی مردم ایران را گوش میکنند میگن اینقدر شیرین حرف میزنند، نرم و لطیف و روان، اما خود ایرانی ها برعکس بوده است. آنها ما را گوش کرده میستند، میگویند کمتر گپ زنید، گپ زده استید، هر چی که خواهید گویید من گوش کرده استم، اینقدر شیرین گپ میزنید. و در همین کشوری که من حضور دارم خیلی از دوستانی که پیدا کردم میگویند عجب حرف میزنی، گویا موسیقی رفته ایستاده باشد. با خودمان معلوم نه، اما زبان تاجیکی ما همین خیلی شیرین و روان و گواراست، خیلی گواراست. درباره زبان بیایید درباره زبان های انگلیسی و دیگر کمتر حرف زنیم. به خود زبان تاجیکی بیشتر باید حرف زد. خب معلومات هایی که درباره زبان ما، زبان شیردار است، مصفاتر زی آب چشم سار است، زبان بوحنیفه، پیر توسی، زبان رودکی ماندگار است، زبان بیدل و سعدی و حافظ، زبان انوری دلفگار است، زبان سیدا، مرزا، واقعی، زبان جامعی آوازدار است، زبان عینی و عطار و خیام، زبان مولوی خاکسار است، زبان تغرل و لایق و سرمد، زبان بو علی نامدار است. زبانش را کسی که خار سازد اگرچه زنده اما در مزار است. زبان تاجیکی ناب است و بغش، زبان اندلیب نوبهار است. اندلیب این بلبل است، هزار هم میگویند نامش را. زبان تاجیکی را تا قیامت سمرقند و بخارا پاسدار است. در آغاز برنامه گفتیم که تصنع بر مردم همین شهرهای باستانی که تا هنوز هم زبان مادریشان را پاس داشتند. زبان ما نخواهد رفت از بین اگرچه بر سرش صدها فشار است. زبان ما قدیمی باستانی است، جهان تا هست. زبان ما زبان آبشار است، جهان تا هست. دارم اعتماد زبان ما همیشه پایدار است، پایدار باشد، پاینده باشد. زبان فارسی واقعا برای گم نشدن زبان در کشورهای خارجه چه اقداماتی پیش گرفتند. یک کودک کوچک زهرا نام داشت و او از در ایران زندگی میکردند، خود تاجیکستانی هستند، درس های تشکیل کرده بودند و درس آنلاینی بود که برای تبلیغ زبان فارسی دوام یک هفته یک روز رسم کشی میشد. آزمون غالب انتخاب میکردند، اعلان میکردند. یک روز دینی میشد، حدیث و آیات از یاد میکردند. یک روز شعرخوانی میکردند، چیستانگویی میکردند و این همه عرف را که نگاه میداشتند همین خودشان جاری کرده عرف عادت را که کودکانی که در این کشورها، در کشورهای اروپا، روسیه زندگی میکنند و در همین درس‌های آنلاین اشتراک میکردند، از زبان ناب فارسی خودشان خیلی برخوردار میشدند. در آغاز درس‌هایشان خیلی ها کلمه های روسی و دیگر زبان ها را آمیخته میکردند و تا رفت وقتی که پیگیری کردم درس‌هایشان را، ناب، زیبا، شیوا با زبان تاجیکی حرف میزدگی شدند. یک کودک کوچک توانست برای پایداری زبانش
برای این ملت بزرگ خدمت ارزنده از خود کرده باشد، یک حصه خود را گذاشته باشد. و ما از یک خواهر خواهش کردیم در لهستان بود به فکرم یا آلمان، به فکرم لهستان بود، درس های زبان تاجیکی آغاز کردن و اینجا رسم های از درسشان فرستادند به ما. اگر از تنظیمگری خود از کارگردان خواهش کنیم همین رسم ها را نشان میدادن، رسم هایی که درس میخوانند. خب کارگردان رسم را نشان میدیم، اینجا با زبان تاجیکی درس گذاشته ایستادند. ببینید در کشورهای اروپا زبان تاجیکی صنف پنجم، ببینید صنف های پنجم از زبان در صحرا نشسته رسم میکشند یا خود با زبان تاجیکی ناب خود در صحرا هم درس های کشاد میگذارند در موضوعهای گوناگون. انا همین رسم ها دلیل آن هستند که تاجیکان در اروپا هم برای گم نشدن زبان خودشان کوشش کردند حرفی گفته، کوشش کردند حصه گذاشته باشند تا زبان گم نشود. خب برنامه پرنده های مهاجر بود با تحت موضوع تاثیر مهاجرت بر زبان را فرا گرفته بود. ما خیلی کوچک بودیم، یک جوان بر خدمت عسکری رفت و در خاطر داشته باشد زمان شوروی بود، به هر حال وقتی به خدمت عسکری می رفتند جوانان، یعنی جوانانی از سن 18 سالگی گذشته با زبان روسی حرف می زدند و این جوان که عموما یگان کلمه روسی را نمیدانست، بعد برگشتن از خدمت عجب یک عادت پیدا کرد که با زبان مادریش هر کس سوالی میگوید حیران شده یا نمی‌فهمم میگفت و معلوم که وای میفهمد، معلوم که در 2 سال روسی را پورا از خود نکرده، اما تا به آخری عمرش همان جوان با نام اندری زندگی کرد. همگان از تمسخر بود یا برای خنده میگفتند اندری، در حال او با زبان روسی هم درست حرف زدن نمیتوانست. روسی همراه کردن در زبان این از مدنیت شما درک نمیدهد، از مدنیت، از دانش و معنویات بزرگ و باغنیتان درک نمیدهد. هر کس به زبان خود سخندان گردد، دانستن 100 زبانش آسان گردد. شاید فارس ها در دنیا نه کم از روزها این انیق هم باشد که نه کم از روزها یک مرتبه و یک آبروی یک نفوذ بیشتر دارند با بزرگانشان، با علمایشان، شاعرایشان، با نویسندگانشان، ادیبانشان و سر سپردن بر این زبان. گپ زنید، روسی حرف زنید، سر سپردن نباید، پورا کاملا زبان خود را از بین بردن نشاید. در روسی حرف زنید، اما چون بر وطن برگشتید زبان اجدادی خود را، زبان اقربا و تبار خود را که محبت بر شما دارد هرگز فراموش نکنید. روسی حرف زدن این دانشمندی نیست، هرگز مدنیت نوکی هم نیست. دیگر بابت زبان تاجیکی اگر من کامل بسیار حرف زنم، اینجا حالا معلومات بسیاری جمع کردم که بابت زبان است. بیایید بابت همین یک کلمه هایی که تا رفت بر شیوه مردمی وارد شده از بین رفتن حرف میزنیم تا دم نفر فکری خود را ابراز میکند وارد شده، از موضوع فقط دور نمی رویم. کلمه فرا از زینب فرا میگویند یا که از بلندی فرا میگویند. فرا از کجا آمده؟ فرا وقتی از دهات واسطه نقلیات می آید، اتوبوس واسطه نقلیات می آید و نفری از آن فرامدنی می شود، فردا گویند، ما میگوییم با شیوه دهه گپ زده ایستادن، یا فرا میگوییم این علاقه ادبی نیست، ما گمان میکنیم که فرا ادبی است، اما ادبی تر نزدیک بر ادبیات همان فردا است. فردا شکل کوتاه شده کلمه فرود آ. بینید فرود آ، فردا یعنی فرود آ به پایان.
و فرود آهسته آهسته فرا شد و آهسته آهسته فرا شده رفته است. یا کلمه مغازه، یک زمان مگزین بود، بعد پاشخوری دولت شوروی همه جا را تاجیکی کردند و مگزین ها را مغازه کردند و یک مدت از مواد خالی شد تماما. بعد مغازه شدن مغازه کردند. مغازه از کجا پیدا شده؟ آذریان هم که بیش از 60% زبانشان فارسی است، آمیخته فارس و ترک هستند، آذری ها هم مغازه میگویند. از همان آذربایجان گرفتند و آوردند مغازه، گفتند شاید نزدیکی فارس هاست گفته، اما ریشه کلمه مغازه یا خود مخزه نزدیکتر بر ریشه کلمه خود مگزین بود. مگزین بر ریشه نزدیکتر بود. مخزین یا خزینه. مخزین اگر اساسی عربی پیشوند ما را گیریم، خزین یعنی خزینه میماند. مخزین یعنی این خزینه است، خزینه که اونجا دکان یعنی هر چی فروخته می شود، اما اون را ما مغازه کردیم، شکل نادرست ترش را گرفته گذاشتن. بر اساس بر مخزین همان مگزین نزدیکتر بود، مغازه کردن. و این قبیل کلمه ها خیلی بسیار هستند که در رفته برای نامگذاری کردن آهسته آهسته، برای تاجیکی کردن آهسته آهسته چی کردن؟ شکل نادرستش را هم انتخاب کرده رفتن گرفتن. متاسفانه در وطن عزیزمان عین حال ترجمه های را هم میگذارن در بالای دکان، در بالای کارگاه ها، یا جای کار اعلان میکنن، یا یگان نقطه شستشوی ماشین ها بیشتر زبان روسی استفاده می شود یا تاجیکی را تماما خطا می نویسند. در شهر خودمان من دیده بودم مجموعه پامیر نوشتند و در این مجموعه ماشین می شستند و دیگر خدمت رسانی های معیشی بوده است. مجموعه این ادبیات است، این جمع شعر است، جمع نثر است، جمع دیگر چیز، اما هرگز مجموعه این مجمع دیگر چیز، مجموعه دیگر چیز است، مجموعه نوشتن. این گونه خطاها کم نیستند. در شبکه اجتماعی فیسبوک خیلی بسیار چاپ می شود. BBC پیرس نوشتند پیامبر درود بر روانشان گفتند زمانی می رسد زنها سطر می کنند اما اوریانند، چون که لباسشان تنوک تنگ است، موهایشان مانند کوفان شتر بالای سر می بندند، اینها از آتش دوزخ نجات نمی یابند. خب بر حدیث هرگز چی نداریم، اعتراض نداریم. به هر حال گفته بزرگترین انسان دنیاست، از بین 100 نفر بزرگان بزرگترین انسان دانسته شدند. خب نجات هزار، من چی گویم حقیقت تلخ، لیکن در اسلام خب اینجا بحث دینی رفته ایستاده است بابت ناخن و بابت سطر و حجاب و واقعا یک نکته را در همین جا که موضوع آمد گفته گذاشتنی هستم، بعدا خاتمه میبندیم بر برنامه. یک نکته را باید گفته گذارم. در شبکه اجتماعی فیسبوک از خیلی گروه های دینی بیرون شدم. چرا؟ تا این دم شبکه یوتیوبی تاجیک هم، شبکه های اطلاعاتی تاجیک مثلا در وطن هم در بیرون از وطن، هم مخالفین و هم موافقین وطن، هم موافقین حکومت برنده نداشت که با حجاب برآمده باشد و من نبرایم دیگر نفر به حجاب می براید. نسبت نفرانی که به سطر حجاب برآمدن یگان خیلی اعتراض نبود، افتخار هم میکردن، یگان خیلی اعتراض نبود، اما بعدی برآمدن خیلی میشنوم پای در پای حدیث میبیارند، دشنام هم میکنند، حرفای ناجا هم میزنند، میگن چرا در شبکه یوتیوبی برآمد میکنی، تو زن هستی. یگان جا گفته شده است که زن اشتراک نکند برآمد نکند. یگان جا گفته شده نه،
چرا به یگان راوی مجری که به سطر حجاب برآمد میکند دولت دموکراتی است تاجیکستان کشور آزاد و حقوق بنیاد است هر کس به کدام طرز خواهد باید برآمد کند من هرگز نسبت آن برنده ها اعتراض ندارم و شما هم اعتراض نداشتید چرا امروز با حجاب با سطر که من همین گونه میتوانم برآمدن میخواهم برآمدن اعتراض کردید از ماست که بر ماست حکومت مقابل سطر و حجاب برآمدن مقابل ریش مردان برآمدن مقابل درس های دینی یا مدارس دینی برآمدنش و این همه ارزش های دینی ما را پامال کردنش و رد کردنش از چیست؟ از ماست که بر ماست امروز یک دو سوره از یاد کردند و سه چهار تا ریش ماندند و به فتوا گذاشتند فلانی کافر فلانی با حجاب برآمد فلانی سفر کرد تنها فلانی دیگر و دیگر اصل اصالت دین را درک کنید علم هم عبادت است همینجا از همین برنامه نفران برخوردار شدند چیز درک کردند انا همین کفایه است علم اگر اندک بود خارش مدار زان که دارد علم قدر بشمار علم دنیوی هم علم است و یگان چیز در دنیا یک خیل نمیماند ترقی میکند خیلی از تحصیل کرده های همین جاده دین را پرسیدم گفتند که حتی راهبر یک اکادمی دینی مدینه را پرسیدم گفتند که یگان جای منع کردن شده است که زن وضع نگوید زن با حجاب برآمد نکند برآمد کند نیست اما برآمد نکند هم نیست پس منع کرده نشده است برای همین در من بعد در شهرها کمتر میگویند در شهرها هم کمتر استفاده شود اسرار و نوشتن معنای نام شما چیز خوب کمتر بالا می رویم معنای نام شما چیست و ریشه کلمه سایمه کدام کلمه است منیژه اسرار و نوشتن خب از کلمه سیام گرفته شده است ریشه صائم نفر روزدار است سیام ماه رمضان است صوم ماه رمضان است سیام یعنی روزدار نفرانی که روزه میگرفتند تمام سال هم میگرفتند صائم میگفتند از خوان فلک در نظر مردم صائم گه قرص درست است و گه پاره نان است اگر با صاد نوشته شود معنایش روزدار اگر با سین سه مایلی تبسم هست که سین دو دندانه و یک دندانی کلان دارد انا همین با سین نوشته شود معنایش یک چرنده است یک جانور است البته با صاد نوشته می شود چون که سا که شد علاقه با صاد است خب معنا را گفتیم و برای مردم تاجیک الفبای فارسی نصب بود یا که الفبای کریلی نوشتند نفر سوال و من باور دارم که اکثر تماشابینان ما جانبداری آن هستند که بر الفبای فارسی نیاکانمان برگشته باشیم چون با برابر قبول الفبای کریلی ما گنجینه نادرترین زبانمان را از دست دادیم ما دیگر نسل امروزی تاجیکان کتاب کلاسیکان را خوانده درست درک نمی کنند انا اگر الفبای فارسی را نآموزیم همه کلمه را با یک سه می نویسیم در الفبای فارسی حرف سه بسیار است ز 4 تا است حرف ز ذات است زال هست ازغه است و ز عاده یک نقطه دار است ر ز هست و این همه را اگر با حرف دیگر نویسیم معنا تماما ویران می شود یک نام عادی از من سوال کردن معنای صائمه چیست با سین نویسید نام یک جانور می شود هرگز به انسان نام جانور نمی گذارند و با هر الفبای کریلی نمی شود خب اینجا تاجیک 98 سطر چی ربط دارد به فرهنگ فارس شما معلومات فرهنگی میدهید یا دینی گفتن من معلومات دینی نمیدهم من بر نفرانی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی اعتراض کردند که نه برابر شبکه یوتیوب برآمد نکن گفتن جواب دادم اما به فرهنگ فارس چی ربط دارد
ما همان فارسیانیم که در ایبا و حیا در دنیا نامدارتر بودیم. فرهنگ فارس از فرهنگ عرب زینه های زیاده بالا بود، زینه های زیاده. تاجیک 98 اگر با نام و نسب راستین خود می برآمدید خیلی بهتر بود، چون من با نام و نسب در شناسنامه داشتم برآمدم. یک بیبی پیرانسال ما 3 رویمال می بستند، باز یک جلک مردانه به سر می گرفتند تا مضمون آن را داشت که در سر مردینه صاحب دارند. یک بار بر گذشتگان خود نظر کنید، بیبی کلانهایتان را بینید. نداشتند رویمال، سطر نگوید، حجاب نگوید، رویمالک عادی میلی همین نیم متر متا است. دیگر اعتراض به همین متا کردن و صحبت را درازا کشیدن درست نیست. خب عذرین یک مثال زبانی نوشتن؟ نه، سوال خیلی خوب بود منیشه نوشتن. خب فقط پانتوریکستا شما را باید میبینند، گفتند بگذار باید بینند. انسان نمیتواند با همه معقول افتاده باشد، هرگز نمیشود که بر همه پسند آید. یگان برنده تلویزیون هم بر همه یک خیل پسند نمی آید. من یک برنده را خیلی احترام میکردم. این آرزو است، آرزوی صایف که در تمام موضوع معلوماتی مکمل دارد و از روی همون قاعده و قانون روزنامه نگاری خیلی برنامه را خوب میبرد. یا یک منیره حکیمه و برنده زن بود، بهترین برای من. انا همین خیل. خب اینجا آفرینتان گفتند تشکر برایتان. الفبا فارسی نیست، عربی است. خیلی اشتباهات گراموی دارد که لهجه ما سر نمیخورد. هر زبان باید حروف خود را داشته باشد. عربی برای عرب هاست. ایران چی؟ ایران فارس است، فارس زبان است، اما با همین الفبا می نویسد. الفبای فارسی از عربی فرق می کند. 6 حرف دیگر دارد. حرف گاف مثلا، حرف ژ پ دارد که الفبای عرب ندارد. قاعده و قانون‌های تلفظ مثلا خیلی فرق می کند. مهم این که با گذشتگان ما، مهم این که عالمان ما، شاعران ما، ادیبان خیلی بزرگ ما، حکیمان ما با همین الفبا نوشتند، با الفبای کلیدی ننوشتند و ما از آنها برخوردار میشویم. گپ در سر بای و غنی گردانیدن زبان ما می رود. خب دیگر به فکر شما تاریخ فارس از عصر 14 شروع می شود، ولی ماجرای فارس 6 قرن پیش شروع شد نوشتند. نه، تاریخ فارس از عصر 14 شروع نمی شود، اما از عصر 14 این طرف بزرگان فارس خیلی بسیار هستند. من با خاطر افتخار از بزرگانمان گفتم الفبای فارسی جاری شدن. الفبای کریلی در سرزمین فارس نبود که میخی بود. کتاب اوستای زردشتیان را اگر نظر داشته باشد، من میدانم به کجا کنایه کرده ایستاده، با حرف میخی بود و با این حرف یگان کلمه تاجیکی را یافتن دشوار است. خب دوام دهید گفتند خدیجه ایسای و التماس دوام دهید گفتند. خب از هر در کجای باشد خداوند نگهبان باشد. سیردست نوشتن. خب دیگر در همین کامنت بحث و مناظره دینی نشود بهتر بود. موضوع که دینی نیست، دین را آمیخته کرده اینجا، چون یگانه از ما و شمایی که در اینجا بحث کرده ایستاده سواد کافی دینی نداریم. یگان نفره که ما همینجا خب چه که نوشتند با شما میفخریم، تشکر. من هم با همه شما فخر میکنم. از کوروش کبیر چی شنیدید؟ گفتند سواد کامل ندارید. از کوروش کبیر، من ساکن استرابشان شهرک کوروش کده بودم، نخود از کوروش کبیر خبر نداشتیم. عیب است. شهرک کوروش کده در استرابشان باستان از 10 کوچه خیلی بزرگ عبارت است.
10 گذرگاه بزرگ و هر یک گذرگاه در این شهرک با نام هنرمندان گذاشته شده است. هنرمندانی که از همان کتاب های بابت کوروش نوشته شده سرچشمه گرفته. کوروش در تاریخ خیلی شناخته شده و کوروش کبیر گفتن به سبب هم نیست. کبیر یعنی اکبر، یعنی بزرگ بود. خودی همین کبیر یعنی کلمه عربی است، یعنی کوروش کلان نگفتند، کوروش کبیر گفتند. بزرگی او را نشان می‌دهد. از دست یک ملکه کشته شده بود و از این تاریخ ما در مکتب‌های میانه درس می‌گفتیم. از فن تاریخ نه، از تاریخ کوروش کبیر برخوردار کرده بودیم در درس‌های کشاد. ندانستن این تاریخ هم خیلی یک ننگ است. ما از فارس بودنمان میفخریم. ما عرب تقلید نیستیم. فرهنگ بای و غنی فارسیان را آمده آموخته در خود کشورهای عرب ترغیب کردند. ما از این برخوردار هستیم، از این نکته ها. و یک بار دیگر در برنامه پیشین هم گفتیم زمانی که بیرونی فارس گلوبوس را کشف کرد، یک کره شکلی زمین را ثابت ساخت، با همین گلوبوسی ساختش، کشف نکرد، ساخت. کره شکلی زمین را کشف کرد، که گلوبوس را ساخت. در روسیه فقط خواندن کتاب انجیل ممکن بود. دیگر کتاب شاید نبود هم، دیگر کتاب ها را با رخصت همان روحانیان کلیسا گرفته می‌خواندند، ممکن نبود. در حالی که سرزمین فارس ها کتابخانه های بزرگ داشتند که رسته رسته کتاب ها را جدا میگذاشتند. رفت کیهان شناسی علاهیده بود، نجم شناسی، نظم دیگر چیز است، نجم شناسی علاهیده بود و ریاضیات علاهیده بود، ادبیات علاهیده بود، نظم و نثر علاهیده بود. در همین خیل ترقیات ادبیات و فرهنگی تاجیکان، سرزمین فارس ها، در کشوری که امروز ما محتاج بریده نان آن کشور شده ایم و آنجا رفته زحمت میکشیم، محتاج نان آنها نه، همانجا ضرورت پیش آمده که کار میکنیم. آنجا خب اینجا با حروف عربی نوشتن، با حروف فارسی هم گفتن. خب با همین ضرورت پیش آمده کار میکنیم در روسیه. اینها خیلی در فرهنگ و معنویات و دانش ادبیات از ما قفا مانده بودند. ما همگی 7 دقیقه دیگر فرصت داریم که برنامه برده باشیم. کار میکنم کارگرا کتی گپ زنی یا که نمره تلفن. خب پس چرا میگوید که زیادتر بزرگان ما پس از قرن 14 زاده شدند؟ بعد از عصر 14 ما بزرگان را فقط گور کردیم. از قاتلان فقط قاتلان مجاهد بودند. دین علم را از بین برد نوشتند. دین علم را از بین برد. اگر با نام و نسب خودتان میبرآمدید، جواب دادن ارزنده بود. هراس الکی دارید چون اعتماد بر حرفی گفتهتان ندارید. پیش از عصر 14 بزرگان را یک نام بر کنید، غیر کوروش که او در جاده سیاست، راهبریت، کشورداری چی پیشرفته بود، کشورکشایی، ضبطکاری ها هم خیلی بسیار بود از جانب کوروش. پیش از عصر 14، پیش از رجوع اسلام مثال بیارید. من بعدی را خواندم، چون در مکتب هم در دانشگاه هم بعد عصر 14 را خوانده ایم. اگر شما دارید مثال بیارید، اگر ما نمیدانیم. خب دیگر بحث مناظره کردنی نیستم، چون بحث را به درازا میکشند. خب دیگر نسبت یکدیگر التماس میکنم حرف درشت هم نگوید. دین ستیزی
در کشور آنچنان رواج یافته که هر یک گناه را میبینند پای دین میزنند. هر یک، اما همان کافر مطلق هم وقتی پیش با خورده میافتد، زانویش بر زمین برمیخورد، یکم کلمه که میگوید خدا است. ای خدا میگوید انا همین طور دین در رگ و پیوند شماست. دین یک درخت بزرگ است که یک شاخش فرهنگ، یک شاخش ادبیات، یک شاخش علم است و تمام علم هایی که در زمین در دنیا عین حال روی بر رواج است، در دین، در قرآن از آنها گفته شده است. من دانشمند دین که نیستم، بر این موضوع دیگر سرخلیدن نمیخواهم، بحث هم کردن نمیخواهم. باز هم سوال دیگه نوشتن. نمیدونم، من نفری نیستم که دانش کافی دینی داشته باشم. شاید قبول میکنیم زنگ را، بعدا برنامه وارد شدند اما باز برآمدند. خب سفرزاده، فرصتی رسیده دیگر که برنامه را به پایان رسانیم. اپای سویما شما زبان تاجیکی را تازه شیرین صحبت میکنید گفتند. خب تشکر میگویم. من میخواهم که من نه آنقدر شیوا یا روان و گوارا حرف زده توانم شاید، و خیلی خواهش میکنم که خیلی آرزو میکنم که هر یک تاجیکستانی با زبان ناب خودش حرف زده تواند. خب دیگر نمیخونم. با زبان ناب خودش حرف زده تواند. هر کس به زبان خود سخندان گردد، دانستن 100 زبانش آسان گردد. بحث دینی نبود، بحث میانی عرب و فارس، چه بین عرب و فارس را معین کردن و الف با اسکی بودنش را معین کرد. بحث این گونه نبود، این موضوع نبود. اگر الفبای عرب به شما پسند نیست، یک کشور بزرگ به مثال ایران که امروز رئیس جمهور پای در پای درخواست ملاقات با آنها را دارد، اینها که از الفبا سر نمیکشند و اینها که اینقدر معنویات و اینقدر تاریخ بای غنی خود را، اینقدر پیشرفت فرهنگی خود را، نظم و نثر خود را، همگی را وابسته با همین ادبیات گرفته می آیند تا امروز از الفبای عرب دست نکشیدند. پس ما که یک کشور کوچک هستیم، از همان اقربای خود پیروی نکنیم خنده آور است. تاجیک 98 زنده باشید، سلامت باشید. تشکر که بحث میکنید. گناهگون اندیشی هم برای پیشرفت انسان خیلی سودمند است. نامناسبتان را میدانستیم، علیحده صحبت میکردیم. فرصت برنامه پایان پذیرفت. نفرانی که عین حال با ما بودند و همگی نفر در خط علاقه گفتگو کردند، خیلی خوشحال هستیم. ما را گوش کردند، عمر عزیز خود را، وقتی پرقیمت خود را داشتند. عین حال 257 نفر در خط علاقه ما را گوش میکنند. از همه شما تشکر میگویم. وقت عمر است، وقت عمر است. عمر دوباره پیدا نمی شود و همین وقتی پرقیمت را که بر ما بخشیدید و با ما بودید خیلی می‌ندار هستیم. باز آمدن از رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. باز هم دیده به دیدار میرسد. باز هم برنامه پرنده های مهاجر هم صدا میدهد، در نمایش گذاشته خواهد شد. با شما گفتگو میکنیم. موضوع من بعد را در شبکه فیسبوکی صحیفه پرنده های مهاجر میگذاریم. پس از روز یا پس از 2 روز شاید آمادگی میبینید به این موضوع و در همین جا پایان میپذیریم و پایان میرسد برنامه امروزه. خداوند نگهبان همه شما باشد، هم نفرانی که موافق ما فکر میکنند، هم نفرانی که مقابل ما، نفرانی که بحث آراستن میخواهند هر چند طرفدار ما هستند، یا نفرانی که با فرمانی نفر بحث میکنند. با همه شما تشکر میگویم. مهم این که ما را گوش کرده ایستاده اید. همین گفتگویتان درک از آن میدهد که گوش میکنید. تشکر به همتان. خیر.